خب بچه‌ها بریم سراغ فلسفه شکل‌گیری بانک مرکزی. یکم در مورد بانک مرکزی با هم صحبت بکنیم، ارکانش دستمون بیاد، وظایفش دستمون بیاد. بانک مرکزی چرا اصلا شکل گرفت؟ وقتی میگیم فلسفه یعنی دلیل شکل‌گیری یه نهادی. بانک مرکزی رو به عنوان یه نهاد پولی میشناسیم. ببین باز تاکید میکنم، نهاد پولی. رشد بی‌رویه بانک‌های ناشر اسکناس، همونطور که یادتون هست تو اون سیر تاریخی که بهتون گفتم از زمان ناصرالدین شاه امتیاز انتشار اسکناس در اختیار برخی از بانک‌ها قرار می‌گرفت. بانک مرکزی اومد چیکار کنه؟ جلو انتشار اسکناس رو بگیره و خودش امتیاز انحصاری اون رو داشته باشه، مثل خیلی از کشورهای دیگه. و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی. عملیات بانکی رو کجا باید خیلی حواسمون بهش باشه؟ تو بخش تسهیلات دادنش. چرا؟ چون به شدت خلق نقدینگی میکنه. این رو کامل تو تستا براتون چند تا تست خوب حل میکنن، قشنگ دستتون میاد. این قضیه که عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی باعث تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت تسهیلات، یعنی نظام بانکی تسهیلات رو به دوستان، به آشنایان و با حجم بسیار زیادی اعطا میکرد و این باعث رشد نقدینگی در سطح جامعه میشد. و سرانجام چه اتفاقی میافتاد؟ بانک‌ها چون حساب و کتاب روشون نبود، نظارتی هم روشون نبود، دچار ورشکستگی میشدن. این قضایا باعث شد که بانک مرکزی بیاد و عملاً وظایف قانونی خودش رو در این زمینه انجام بده و مبنای شکل‌گیری بانک مرکزی شد. اما اون چیزی که تو تستا خیلی شما باش روبروید، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی چیا هست؟ ارکان بانک مرکزی یعنی اون قسمت هایی که بانک مرکزی رو شکل میده. حالا کجا هست؟ اولیش مجمع عمومی هست. مجمع عمومی بچه‌ها اعضاش خیلی اعضای مهمی هستند. رئیس جمهور عضو اصلی و رئیس این مجمعه، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزارت صنعت معدن یا حالا وزارت بازرگانی و یک نفر دیگه هم هیئت وزیران تعیین میکنه و این مجمع عمومی شکل میگیره. اما کاری که این مجمع عمومی میکنه چیه؟ رئیس کل بانک مرکزی رو منصوب میکنه و قائم مقام بانک مرکزی رو. یعنی کار اصلی این مجمع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی. البته وظایف خیلی مهم دیگه‌ای هم داره. خود بانک مرکزی ترازنامه داره که ترازنامه اون رو هم همین مجمع عمومی تصویب میکنه. ما تو ارکان بانک مرکزی یه هیئت نظار یا هیئت نظارت هم داریم. این اعضاش رو کی انتخاب میکنه؟ همین مجمع عمومی به پیشنهاد وزیر اقتصاد. پس عملا مجمع عمومی رو شما شناختید. گزارش هایی هم که این هیئت نظارت بر بانک مرکزی میده این مجمع عمومی بررسی میکنه. اینا تقریبا وظایفش هست. من همه اینها رو به صورت کامل نکته به نکته براتون تو جزوه آوردم، ولی الان هم دارم میگم، تستم ازش حل میکنیم، خیالتون راحت باشه. دومین رکن از ارکان بانک مرکزی شورای پول اعتباره که جدیداً اسمش گذاشتن هیئت عالی. از من بپرسن مهمترین رکن بانک مرکزی چیه، میگم شورای پول اعتبار. ریاست کل اون رو کی بر عهده داره؟ احسن، رئیس کل بانک مرکزی. وظایف بسیار مهمی داره. از وظایف اون معمولا در آزمون‌ها تست میاد، ما تستاشو کامل حل میکنیم. سومین رکن هیئت عامل بانک مرکزی. هیئت عامل خود رئیس کل هست، قائم مقام هست، دبیر کل هست و معاونان بانک مرکزی که خیلی وظایفش جزء تست ها نیست. حالا اگه من بعداً ازش در موردش تست حل خواهم کرد براتون. اما هیئت نظار چیه؟ من توی مجمع عمومی یه سری نکاتی رو در مورد هیئت نظار یا هیئت نظارت بهتون گفتم. رسیدگی به ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی به ریز درآمدهای بانک مرکزی، بررسی‌های جزئی، حسابرس‌های حرفه‌ای اینجا حضور دارن. 3-4 تا حسابرس بسیار حرفه‌ای رو وزیر امور اقتصاد دارایی تعیین میکنه، معرفی میکنه به مجمع عمومی، مجمع عمومی تایید میده، اینا میان جزء هیئت نظار قرار میگیرن که حداقل باید 10 سال سابقه حرفه‌ای در زمینه حسابرسی به خصوص در زمینه بانکی داشته باشن. 2 تا متخصص بانکداری هم معمولا در هیئت نظار حضور دارن. جایگاه بسیار مهمیه. عملاً اثر بخشی سیاست‌های بانک مرکزی رو میشه از اینجا در آورد و گزارش‌های خوبی رو میتونه حتی به شورای پول اعتبار هم ارسال بکنه. گزارش‌های بسیار خوبی رو برای مجمع عمومی میتونه ارسال بکنه اگر خوب و دقیق مطالب و ریز دارایی‌های بانک مرکزی رو بررسی بکنه.
اما یه رکن دیگه هم که حالا خیلی جدیدن اون هم شکل گرفته، شورای فقهی بانک مرکزی هست که میزان انطباق عملکرد عملیات بانکی رو با شریعت مورد بررسی قرار میده. من فقط این رو آوردم که شما بدونید ماده 16 قانون پولی بانکی کشور در مورد ارکان بانک مرکزی صحبت میکنه که اگه یه جای تست ازش اومد نسبت بهش بیگانه نباشید. اما فلسفه شکل‌گیری بانک مرکزی در کدام گزینه بهتر بیان شده است؟ ببین بچه‌ها، تستای این تیپی رو که میبینید معمولا شما وقتی میگه بهتر بیان شده است یعنی اونی که از همه کامل تره. کنترل بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات، قبلا هم اشاره کردیم گفتیم زیاده روی در پرداخت تسهیلات یکی از معضلاتی بود که بانک ها انجام میدادن و باعث خلق نقدینگی بیش از حد در جامعه میشد. گزینه دوم کنترل تورم. این گزینه درسته ها، ولی گزینه کاملی نیست. کنترل تورم، خب بانک مرکزی وظیفه اصلیش چیه؟ کنترل تورم هست. خب این جزء وظایفش هست اما تمام وظایفش نیست. گزینه سوم میگه نظارت بر بانک ها. خب این خیلی موضوع مهمیه در زمینه اعطای تسهیلات و همه زمینه ها. البته حالا میتونست باز طراح سوال بیاد چیکار بکنه، این در زمینه رو یه ذره پررنگ‌ترش بکنه و ابعادش رو گسترده‌تر بکنه. موضوع بعدی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هست. گزینه چهارم هم کنترل نقدینگی هست. به نظرتون خب 100% گزینه شماره 3 درست میشه. معمولا توی سوال‌هایی که از شما میپرسه کدام گزینه بهتر بیان شده، اون گزینه‌ای که کامل‌تر هست رو انتخاب بفرمایید. بریم برای قسمت بعدی. ببین بچه‌ها، یکی از اتفاقات خیلی بدی که حالا افتاد، من حالا این اسلایدش رو آوردم، رتبه‌بندی کشورها از نظر خلق نقدینگی در سال 2023 بود که کشور ما بالاترین مبلغ در حدود 74 تریلیون ریال خلق نقدینگی داشته و این به خاطر چاپ پول بوده. ما گفتیم یکی از وظایف بانک مرکزی اینه که از انتشار بی‌رویه اسکناس و چاپ اون جلوگیری بکنه، یعنی باید این قضیه حتما تو دستور کار بانک مرکزی قرار بگیره و متاسفانه ما تو این زمینه جزو کشورهایی هستیم که ضعیف عمل میکنیم و عامل اصلی تورم در ایران همین خلق نقدینگی هست که مشاهده میکنیم. حالا این رو فقط آوردم که یه نگاهیش بکنید و یه آماری دستتون باشه. اما اهداف شکل‌گیری بانک مرکزی رو هم اینجا تو این اسلاید کامل براتون آوردم. نشر اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج، حفظ ارزش پول که تنها کاری که بانک مرکزی نمیکنه، موازنه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، بالانس آف پیمنتی هست که باید در نظام ارزی ایجاد بکنه، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی، نظارت بر عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. این فلسفه شکل‌گیری به این اشاره می‌کرد. تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا و ارز خیلی مهم هست. این موضوع بسیار مهمه. بانک مرکزی تعیین میکنه که مقررات مربوط به معاملات طلا و ارز در کشور ما چگونه باشه و معمولا شوک‌های ارزی که اتفاق میفته به خاطر عدم تنظیمگری توی این زمینه است. انجام کلی عملیات بانکی ارزی و پولی رایج کشور، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت، اعمال سیاست‌های پولی. ببین بچه‌ها، این کلمه پولی رو خیلی دقت بکنید. معمولا تو تستا میان چیکارش میکنن؟ کلمه رو جابجاش میکنن و کلمه مالی استفاده میکنن. نگهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور که این کار هم یکی از کارهای اصلی بانک مرکزی است. اما من بچه‌ها میخوام دیگه کم کم وارد عملیات بانکی بشیم، یعنی دیگه فلسفه رو، اهداف و از اینا فاصله بگیریم و دیگه بریم سراغ خود نظام بانکی و روی اون بیشتر تمرکز بکنیم. بچه‌ها، همون اولین جمله‌ای که توی جلسه قبل هم خدمتتون گفتم این بود که وقتی گفتم یه چیزی قراره تعریف بکنیم، اولین کلمش مهمترین رکن اون میشه. من گفتم بانک تعریفش چی میشه؟ اینجا نوشته شده مؤسسه خدماتی. پس بانک یک مؤسسه است، مؤسسه خدماتی است که به جمع آوری یا تجهیز، بچه‌ها این کلمه ها همش مهمه. جمع آوری یا تجهیز تو نظام بانکی بهش میگن تجهیز منابع، یعنی پول رو جمع میکنه. و تخصیص منابع یعنی اون پول رو بعداً چیکارش میکنه؟ تسهیلات میده. به چه منظوری؟ به منظور اینکه سیاست‌های کلی اقتصادی کشور تأمین بشه با ابزارهای چی بچه‌ها؟ پولی و اعتباری. باز میگم ابزارهای چیه بچه‌ها؟ پولیه.
اما نکته که خیلی مهمه بچه‌ها، تفاوت خدمات پایه از خدمات غیر پایه است. ما یک سری بیس رو باید به شما بگیم که بر اساس اون بیس بتونید بعداً انشالله نکات دیگه که یاد بگیرید روی اون سوار بکنید. اولین نکته‌ای که میخوام در زمینه عملیات نظام بانکی یاد بگیرید تفاوت خدمات پایه از خدمات غیر پایه است. خدمات پایه چه خدماتیه؟ خدماتی که پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدماته. اگه خاطرتون باشه گفتم بانک یه مؤسسه خدماتیه. پس خدمات پایش چیه؟ خدماتی که باید اول شما بهتون ارائه بشه که بتونید سایر اقدامات بانکی رو انجام بدید. اون خدمات چیا هست بچه‌ها؟ افتتاح انواع حساب‌های بانکی. این قضیه دیگه جوکش هم در اومد دیگه. گفتن آقا طرف رفت امام رضا گفت آقا من میخوام حساب برنده بشم. امام رضا بهش گفت برادر من برو اول حساب باز بکن. پس افتتاح انواع حساب‌های بانکی شما اول باید کار رو انجام بدید، یه حسابی باز بشه، بعد در قرعه کشی شرکت بکنید. درسته؟ پس عملا شما خدمات پایه اولین خدمتی که به شما ارائه میشه اینه که شما برید یه بانک حساب باز بکنید. اعطای تسهیلات، شما اگر یه جای حساب باز نکنی که نمیتونن به تسهیلات بدن. پس این جزء خدمات پایه هست و بعداً میشه دوباره روش برید دوباره تسهیلات بگیرید که سابقه تسهیلاتی داشته باشید. نکته بعدی اعتبار اسنادی هست. شما باید در یک مؤسسه یا یک بانک در نکته بعدی عملیات اعتبار اسنادی یا LC هست. این هم جزء خدمات پایه هست. شما باید یک جایی حساب داشته باشید، حساب‌های شما بررسی بشه، بعد به شما LC بدن. پس عملا شما عملیات اعتبار اسنادی رو هم باید جزء خدمات پایه بدونید. صدور انواع ضمانتنامه‌های بانکی، خرید دین، وصول، تنزیل اسناد بانکی، تجاری، اینا همه چیه بچه‌ها؟ اینا جزء خدمات پایه است. حالا برای اینکه کامل یاد بگیری و دقیق‌تر یاد بگیری، من بهش میگم عملیات اصلی نظام بانکی رو بهش میگن خدمات پایه. عملیات اصلی یعنی چی؟ خب افتتاح حساب عملیات اصلیه. بانک اصلا تشکیل شده به خاطر اینکه به مردم منابعشون جمع آوری بکنه. از چه طریق جمع آوری میکنه؟ از طریق حساب‌های بانکی. بانک تأسیس شده که به شما تسهیلات بده. بانک تأسیس شده که عملیات اعتبار اسنادی رو برای بازرگان‌ها، برای تجار، برای شرکت‌ها انجام بده. بانک تأسیس شده که ضمانتنامه به شرکت‌ها بده. یعنی کارهای اساسی و پایه‌ای نظام بانکی در اینجا اتفاق میفته. حالا شاید بگید آقا خرید دین چیه؟ وصول یا تنزیل اسناد تجاری چیه؟ من اینا رو بعداً توضیح میدم. ولی باید بدونید که اینا جزء خدمات اصلی و پایه هست. اجاره صندوق امانات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت. فقط نظام بانکی میتونه کارت بانکی صادر بکنه. پس اینا جزء خدمات پایه هست. اما بخوام خدمات غیر پایه رو براتون معرفی بکنم، باید بگم خدمات اطلاق میشه که ارائه اونها به مشتری پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات به وی نیست. این شما میرید توی بانک چک بخواید پاس کنید، تو اون بانک هم حساب ندارید، کارت ملیتون رو ارائه میکنید، چکتون رو پاس میکنید، پولتون رو میگیرید و میرید از بانک بیرون. یعنی خدمات خیلی پیش نیاز نداره. یعنی لازم نیست اونجا حتما حساب باز کنید، اتفاقات این تیپی لازم نیست. این جزء خدمات غیر پایه است. انجام هر گونه دریافت و پرداخت. ممکنه بخواید برید به حساب یه بنده خدایی پول بریزید، خب اونجا میرید پول میریزید. موضوع خرید و فروش ارز هست. بخواید برید یه دلاری دارید مثلا توی بانک‌های مختلفی که حالا عامل هستن، اونجا برید اون دلارتون رو تبدیل بکنید. یا صدور چک‌های بانکی. معمولا ما مثلا برای معاملاتی که در روزمره انجام میدیم چک‌های بانکی میگیریم یا چک‌های بین بانکی. تفاوت اینا رو همه رو بعداً بررسی میکنیم. اما اون چیزی که الان میخوام یاد بگیرید این تستی هست که حلش میکنیم. افتتاح انواع حساب‌های بانکی جزء خدمات پایه است یا جزء خدمات غیر پایه؟ 100% افتتاح حساب‌های بانکی پیش نیاز بقیه خدمات هست. پس جزء خدمات پایه حساب میشه. خرید و فروش ارز اینجا دیگه نوشته شده. خرید و فروش ارز جزء خدمات غیر پایه است. این سوال بسیار مهمیه و بیس دروس مبارزه با پولشویی یا خیلی از موضوعات بانکداری داخلی یک همین سواله. پس این سوال رو باید اجزا و ابعادش رو اینقدر با هم کار بکنیم که کامل یاد بگیریم که چه
خدماتی جزء خدمات پایه است و چه خدماتی جزء خدمات غیر پایه است. ببینید یه سری لغاتی هست معمولا اینا تو تستا میبینید، اینا رو تو دسته‌بندیاتون قرار ندید. خدمات خاص، ما کلید واژه‌ای به نام خدمات خاص نداریم. اینا رو حواستون بهشون باشه که طراح از اینا سوء استفاده نکنه و شما رو خدای نکرده گمراه نکنه. باز یه تست دیگه براتون آوردم. طبق قراری که با هم گذاشته بودیم هر مطلبی حل میکنیم، هر مطلبی رو تدریس میکنیم، حتما برای شما تستاش هم باید حل بکنیم. یعنی چند تا تست کامل ببینیم از اون مطلب که برامون کامل جا بیفته. دوباره سوال پرسیده خدمات پایه و خدمات غیر پایه را به ترتیب نام ببرید. خدمات پایه عبارت است از حواله وجوه. حواله زدن جزء خدمات پایه حساب نمیشه، پس این گزینه غلطه. من دیگه بقیه گزینه ها رو نمیخونم. خدمات پایه عبارت است از خرید دین، خب بله. وصول یا تنزیل اسناد تجاری، این درسته. خدمات غیر پایه صدور انواع کارت دریافت و پرداخت. گفتم تنها نهادی که میتونه کارت صادر بکنه نهاد بانکداریه و جزء خدمات پایه حساب میشه، پس گزینه شماره 2 هم غلط هست. سومین گزینه میگه خدمات پایه عبارت است از هر گونه دریافت و پرداخت. خب دریافت و پرداخت عملا خدمات غیر پایه است. شما تو هر بانکی میرید میتونید پول واریز بکنید و یه سری اقدامات دیگه انجام بدید، یا مثلا یه چکی رو پاس کنید به عنوان پرداخت، پول به شما پرداخت بشه. خب یعنی این جزء خدمات پایه حساب نمیشه، پس این گزینه هم رد میشه. اما گزینه چهارم میگه خدمات پایه عبارت است از عملیات اعتبار اسنادی. خب عملیات اعتبار اسنادی جزء خدمات اصلی و پایه‌ای نظام بانکیه. السی صادر کردن باید حتما شناخت مشتری انجام بشه، کلی مقدمات داره، کلی اعتبار سنجی داره و جزء خدمات پایه نظام بانکیه. اما یا اعطای تسهیلات، عملیات لیزینگ. خدمات غیر پایه رو چی گفته؟ گفته صدور انواع چک‌های بانکی. شما خیلی از وقتها میرید از بانک‌ها چک بانکی میگیرید. خب این تو هر بانکی شما میتونید برید این اقدام رو انجام بدید و حواله وجوه رو هم انجام بدید. این اتفاقی است که جزء خدمات غیر پایه حساب میشه. پس گزینه‌ای که ما باید در این تست انتخاب بکنیم گزینه شماره 4 هست که جزء گزینه صحیح هست. یعنی خدمات پایه و خدمات غیر پایه را به ترتیب نام ببرید. گزینه 4 گزینه صحیح است. بریم سراغ ادامه مطالب. یکی از موضوعات بسیار مهمی که حالا در زمینه بانکی حتما باید یادش بگیرید موضوع اشخاصه. اشخاص تو نظام بانکی دو قسمن. شما اگه چک هم ثبت کرده باشید میگه اشخاص یا حقیقی هن یا حقوقی. حقیقی همون انسان ها هستن که انگار متولد شدن دارای حقوقی میشوند که با مرگ آنها خاتمه مییابند. این تعریفیه که براش انجام شده. اشخاص و حقوقی معمولا ما اون رو با چی میشناسیم؟ با شرکت ها میشناسیم که کامل موضوع شرکت ها رو بررسی خواهیم کرد که خیلی هم ازش تست میاد و ما باید خیلی روش مسلط باشیم. اجتماع عده‌ای از افراد یا تمرکز اموال به منظور انجام مقاصد خاص اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی مانند مؤسسات دولتی، شرکت‌های تجارتی، شهرداری‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌ها. پس اشخاص حقوقی خیلی دایرش گسترده تر از اشخاص حقیقیه. نکته بعدی که حتما باید یاد بگیرید اهلیت. اهلیت اصلا یعنی چی؟ اهلیت یعنی قابلیتی که فرد پیدا میکنه. اون قابلیت چیه؟ بر دو نوعه. یکیش اهلیت تمتعه، یعنی یه فردی که متولد میشه دارای اهلیت تمتع. میگن فرد اهلیت معامله داره یا نه. این رو حتما در ادبیات روزمره شنیدی. میگن این اهلیت تمتع باعث نمیشه شما بتونی برید معامله انجام بدی. شما وقتی یه بچه 1 سالش هم هست اهلیت تمتع رو داره، چون این اهلیت تعریفش چیه؟ میگه قابلیت شخص است برای دارا شدن حقوق مدنی که با تولد انسان شروع میشود و با مرگ او تمام میشود. یعنی اهلیت تمتع بیشتر در مورد زندگی و حیات داره صحبت میکنه. اما اهلیتی که همان اهلیت قانونی است، این همیشه تست بچه‌ها، این جزء تست هست. اهلیت استیفا دومین نوع اهلیت هست، دومین رکنش حساب میشه. اهلیت استیفا میگه همان اهلیت قانونی است
که پس از حصول رشد، یعنی یک فرد وقتی رشد پیدا کرد، معمولا در کشور ما میگن یه نفر 18 سالش که شد دیگه اهلیت استیفا رو پیدا میکنه. پس یادتون باشه بچه ها، اهلیت قانونی هم دو نوعه و اشخاص هم بر دو نوعه. بچه ها یه گزینه‌ای در تست ها میاد و شما رو گمراه میکنه و اون اشخاص خاص هست. اشخاص خاص به کسانی میگن که توانایی خوندن و نوشتن ندارن. یه دست افراد رو دیدی هنوز تو جامعه ما هم وجود دارن، افراد امکان نوشتن اسم و فامیل خودشون رو ندارن. نظام بانکی به این افراد میگه اشخاص خاص، ولی تو تستا یهو میاد میگه که اشخاص بر چند قسمن. من تو چند تا آزمون بانکی اینو دیده بودم، نوشته بود اشخاص حقیقی، حقوقی، اشخاص خاص. بعد خب طرف رفته بود خونده بود گفت آره دیگه اونم شخص دیگه، پس میومد گزینه سه حالت یا سه شخص رو انتخاب کرد که این غلطه بچه‌ها. اشخاص بچه‌ها تو نظام بانکی بر دو قسمن، یا حقیقی هن یا حقوقی. سوال اگر خود اشخاص خاص رو از شما پرسید گفت اشخاص خاص چه کسانی هستن، شما میتونید بگید کسانی که توانایی نوشتن یا خواندن ندارن، شرایط خاصی دارن، اینجوری یادش بگیرید. این هم نکته خاصی نداشت، گفتم این رو هم خدمتتون بگم. اما طبق قراری که گذاشته بودیم هر اسلایدی که بررسی می‌کنیم دوباره با تستاشو کامل حل بکنیم که کامل برامون جا بیفته. کدام یک از اشخاص زیر دارای اهلیت استیفا میباشند؟ فرد سفیه، فرد مجنون، صغیر، افراد دارای 18 سال سن و بالاتر. خب بر اساس نکاتی که تو اسلاید قبلی گفتیم اهلیت استیفا میشه چی؟ کسانی که توانایی معامله کردن و رشد لازم رو پیدا کردن میشد دیگه، پس میشد اهلیت استیفا. اهلیت استیفا هم همون اهلیت قانونی بود، یعنی اصلی ترین رکن اهلیت قانونی همین اهلیت استیفا بود. پس گزینه درست تو اینجا چی میشه بچه‌ها؟ گزینه شماره 4 میشه. من انتخاب کنم گزینه شماره 4 میشه. اما میگه کدام یک از اشخاص زیر دارای اهلیت تمتع میباشند؟ اهلیت تمتع یعنی چی؟ اهلیت تمتع شرطش چی بود؟ گفتیم آقا هر کس متولد بشه اهلیت تمتع داره. افراد دارای 18 سال و سن بالاتر، خب داره دیگه چون زنده است. شرط اصلیش چی بود؟ حیات بود. طرف زنده باشه اهلیت تمتع داره. خب این داره، پس گزینه 1 درسته. گزینه 2 میگه فرد سفیه. درسته سفیه، درسته که مشکل داره، اما اهلیت تمتع رو داره چون یک فرد زنده است. فرد دارای صغر سن، این فرد درسته که مشکل سنی داره اما اهلیت تمتع رو داره. پس گزینه صحیح چه گزینه میشه؟ گزینه 4 همه موارد. انواع اشخاص در نظام بانکی به چند دسته تقسیم میشه؟ این تست یکی از بانک ها بود. 3 دسته حقیقی، حقوقی، خاص. 2 دسته حقیقی، حقوقی، اشخاص خاص و عام یا عام و خاص و همه موارد. خب من قبلا این رو توضیح دادم، گفتم ما انواع اشخاص رو در نظام بانکی به چند دسته تقسیم میکنیم؟ به 2 دسته تقسیم میکنیم. متاسفانه بچه‌ها بیشتر 3 دسته رو زده بودن، حالا شخص خاص رو هم حساب کردم و طراح از این قضیه خیلی عالی سوء استفاده کرده. اما شما بچه‌ها یاد بگیرید که حتما 2 دسته است. کدام اهلیت همان اهلیت قانونی است؟ این متن قانونه ها، این سوال متن قانونه. کدام اهلیت همان اهلیت قانونی است؟ ما گفتیم کدوم اهلیت میشد بچه‌ها؟ این که تمتع، شرط تمتع چی بود؟ زنده بودن یا در حیات بودن. اما اهلیتی که همون اهلیت قانونی بود اهلیت استیفا بود، یعنی گزینه شماره 2 درسته. میگه هر فرد و انسانی دارای اهلیت قانونی است. این گزینه چرا غلطه؟ احسن، ما افرادی داریم که افراد ممکنه مجنون باشه و فرد مجنون دارای اهلیت قانونی برای معامله نیست. پس این رو یاد بگی که این گزینه غلط. هر فرد میتونه اهلیت تمتع داشته باشه اما هر فرد نمیتونه اهلیت قانونی داشته باشه. این گزینه کاملا غلط هست، یعنی کلا محتوایی ایراد داره. اشخاص خاص به چه کسی گفته می شود؟ به فرد سفیه، به فرد مجنون، صغیر، افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارن. ما به این افراد میگیم اشخاص خاص. به چه افرادی؟ افرادی که توانایی خواندن و نوشتن ندارن. پس این گزینه شماره
4 درسته. ببینید بچه‌ها، ما هر مطلبی رو که بهش اشاره میکنیم کامل تستاشو حل میکنیم که برای شما جا بیفته، چون اصل این پکیج نکته و تسته. بچه‌ها، یکی از سوالات و پایه‌ای ترین نکات در نظام بانکی بحث طبقه بندی درآمدهای مشاع و غیر مشاع. این خیلی موضوع مهمیه و بیس تمام مباحث بانکی حساب میشه. مثل اون خدمات پایه و خدمات غیر پایه که خدمتتون عرض کردم، درآمدهای مشاع و غیر مشاع هم خیلی موضوع مهمیه. درآمدهای مشاع بخشی از درآمدهای بانک هست که به واسطه مشارکت. به کلمه مشاع یاد بگیرید بچه‌ها. مشاع یعنی مشارکت، یعنی یه سری افراد دیگه هم در این قضیه دخیلن. مشاع رو ببینید با مو یاد بگیرید. اینجا میگیم مشارکت و مشاع همیشه با همن. این همیشه یادتون باشه. مثلا ما تو ساختمون هم میریم، تو آپارتمان میگیم یه جاهای مشاعه، یعنی بقیه هم توش سهم دارن، مثلا راپله، مثل حیات تو آپارتمان عرض میکنم یعنی بخشایی که بقیه هم در اون حقی دارن. حالا در نظام بانکی سپرده های بانکی حالت چی دارن؟ سپرده هایی که مدت دار هستن و روی اونها سود تعلق میگیره جزء درآمدهای مشاع هستن. این خیلی مهمه و امکان نداره در آزمون بانکی این تست نباشه. سرمایه گذاری سپرده‌ها در کسب و کارهای مختلف و ارائه تسهیلات مدتدار به مشتریان. بعد تسهیلاتی هم اینجا جزء درآمدهای مشاع حساب میشه و بانک ها تو این قضیه یه شریک دیگه‌ای هم دارن که عملاً این موضوع خیلی ازش تست میشه. این درآمد ناشی از اختلاف نرخ سود سپرده ها. بالاخره مردم میان در بانک سرمایه گذاری میکنن دیگه، پول خودشون رو در بانک میذارن، یه سودی رو دریافت میکنن. از طرفی بانک میره از این سپرده های سرمایه گذاری که در بانک انجام شده میره یه کاری رو راه میندازه، در یه مشارکت اقتصادی شرکت میکنه، یه سودی به دست میاره. این سود رو یه بخشش رو که علل حساب به مردم داده، یه بخش دیگهش رو هم باید بیاد در حالت قطعی دوباره پرداخت بکنه. یعنی عملا اینجا یه شراکتی وجود داره. اما تو درآمدهای غیر مشاع اینجا دیگه بحث شراکت وجود نداره و اتفاقا شیرین ترین نوع درآمدها برای نظام بانکی درآمدهای غیر مشاع. یعنی بانکی‌ها یه مثالی دارن، میگن اگه درآمدهای غیر مشاع ما زیاد بشه و مبلغش بالاتر از تسهیلات یا سپرده ها قرار بگیره، عملا انگار که حقوق ما حلال شده. چرا؟ چون این درآمدها با کس دیگه‌ای در طرف نیستی. این درآمدها جنسشون بچه‌ها چیه؟ کارمزدیه. این خیلی مهمه. درآمدهای غیر مشاع جنسشون کارمزدیه. مصداقاش چیه بچه‌ها؟ خدمات اعتبار اسنادی. شما یه LC که صادر میکنی کارمزد میگیری. اون کارمزد دیگه درش بانک کسی باهاش شریک نیست. ضمانتنامه صادر میکنی کارمزد میگیری، کسی دیگه درش شریک نیست. یعنی چی؟ یعنی کل اون درآمد مال بانکه. یا یه چیزی که شما شاید بهش برخورده باشید، اگه دست چک بگیری یا یه چک بانکی بگیری یه کارمزدی از شما میگیرن. خیلی از خدمات در نظام بانکی کارمزدی، میگه مثلا 5000 تومان کارمزد شد. این 5000 تومان خیلی میشه ها. این جزء درآمدهای غیر مشاع نظام بانکی. یا خدمات ارزی میدی یا کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان. پس بچه‌ها اینجا دلم میخواد چیزی که یاد بگیرید اینه که درآمدهای مشاع با این رمزی که الان براتون اینجا گذاشتم، با چی؟ مشارکت. جنسش چیه بچه‌ها؟ جنسش طوریه که شما یه شریک دیگری هم داری و باید به اون هم حساب پس بدهی. ولی درآمدهای غیر مشاع لازم نیست به کسی حساب پس بدی. کل درآمدی که به دست آوردی مال خودت هست. یه طبقه بندی دیگه هم از درآمدها داریم که بهش میگن درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی. درآمدهای عملیاتی یعنی درآمدهایی که بانک واقعا از کار نظام بانکی به دست بیاره. بچه‌ها کار نظام بانکی چیه؟ این سوال مهمیه. کار نظام بانکی اینه که منابع رو جمع بکنه
و این منابع رو در قالب تسهیلات پخش بکنه. اول جمع میکنه و بعد چیکار میکنه؟ پخش میکنه. به جمع کردن میگن تجهیز، به پخش کردن میگن تخصیص. اگر این کار تجهیز و تخصیص رو انجام بده، درآمدهای حاصل از اون رو میگن درآمدهای عملیاتی، یعنی شغل خودش رو داره انجام میده، کار اصلی خودش رو داره انجام میده. اما متاسفانه بانک ها چند سالی روی به بنگاهداری آوردن، پولا رو از مردم جمع میکنن، میرن کارهای دیگه میکنن، میرن مسکن میسازن، میرن طلا میخرن، میرن در یه جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنن. این سرمایه گذاری ها درآمدهای دیگه‌ای برای اونها به دست میاد که این درآمدها از محل فعالیت اصلی اون کسب و کار به دست نمیاد، از تجهیز و تخصیص به دست نیومده. رفتی ملک خریدی، ملک فروختی، درآمد شناسایی کردی. این درآمدهایی که این تیپی هن ما بهشون میگیم درآمدهای غیر عملیاتی. پس این نکته رو حتما به خاطر بسپرید که تفاوت‌های درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی رو هم توی مثال‌ها روش بررسی‌های لازم رو انجام خواهیم داد. بچه‌ها بریم سراغ تفاوت درآمدهای مشاع و غیر مشاع. درآمدهای مشاع و غیر مشاع مثل خدمات پایه و خدمات غیر پایه از نکات اصلی و زیرساختی در مباحث بانکداریه. درآمدهای مشاع بچه‌ها اینجوری یاد بگیرید: مو با مشارکت. هر جا مشاع دیدی یاد مشارکت بیفت. یعنی چی؟ شما توی ساختمون هم که هستی، اگر آپارتمان باشه، راپله ها، حیاط، پشت بوم، اینا قسمت های مشاعی اون ساختمون حساب میشن. در نظام بانکی هم بخشی از درآمدها حالت مشاعی داره. مثل چه درآمدهایی؟ درآمدهایی که ما با مشتری طرف هستیم. مشتری اومده در بانک ما سپرده‌گذاری کرده، سودی رو از ما دریافت میکنه. این سودو که از ما دریافت میکنه، یه سود تو قسمت علل حساب از ما میگیره، یه بخشی هم تو انتها که مشخص شد قطعی از ما میگیره. یعنی عملاً درآمدهای ما با اون چی میشه بچه‌ها؟ تقسیم میشه. یا پول مشتری رو ما گرفتیم، بردیم سرمایه گذاری کردیم، سرمایه گذاری که انجام شده باید بیایم سودش رو با اون تقسیم بکنیم. یا پول مشتری رو گرفتیم، تسهیلات دادیم، اون تسهیلات اعطایی ما هم جزء درآمدهای مشاع حساب میشه. پس عملاً بچه‌ها هر وقت به شما گفتن درآمدهای مشاع یعنی چی؟ یعنی درآمدهایی که یک طرف دیگری هم در اون شریکه و ما باید به اون حساب پس بدیم. اما شیرین ترین درآمدها در نظام بانکی درآمدهای غیر مشاع هست. درآمدهای غیر مشاع خیلی مهمه و قابلیت بانک ها در این هست که این درآمد قابلیت‌های متمایز کننده بانک ها باید در این باشه که این جنس درآمدهای خودشون رو افزایش بدن. درآمدهای غیر مشاع رو که دیدی یاد کارمزد بیفت. ببین بچه‌ها، من گفتم تیم شناسی یکی از نکات. ببین یک کلمه مشاع گفتم با مشارکت یاد بگیر، غیر مشاع با چی یاد بگیر؟ با کارمزد یاد بگیر. درآمدهایی که جنسشون کارمزدی ان. شما میری از یه بانک دست چک میگیری، میری چک بانکی میگیری، باید به اون چی بدی؟ کارمزد بدی. به این میگن درآمدهای غیر مشاع، درآمدهایی که جنسشون کارمزدیه. حالا بریم تعریفش رو بخونیم. آن دسته از درآمدها که با واسطه دریافت کارمزد خدمات ارائه شده است. حالا اینو بخوای 2 ساعت تو جزوه بری بخونی. پس یک کلمه رو به یک کلمه وصل کن. اصطلاحاً ما به این میگیم تم شناسی. اون تکنیکی که گفتم رتبه‌های برتر ازشون استفاده میکنن. اما مصادیقش هم خیلی مهمه. شما اعتبار اسنادی صادر میکنی، اعتبار اسنادی که صادر کردی کارمزد میگیری از مشتری. ضمانتنامه صادر میکنی، از مشتری چی میگیری؟ کارمزد میگیری. کارمزد حاصل از ضمانتنامه و اعتبار اسنادی معروف ترین جنس درآمدهای غیر مشاع هستن. یه کارمزدی که جدیداً بانک ها بهش دست پیدا کردن چیه بچه‌ها؟ کارمزد بانکداری الکترونیکه. ما خیلی از خدمات رو داریم انجام میدیم، با موبایل بانکمون، با اینترنت بانکمون پول جابجا میکنیم، ولی بانک مرکز ولی بانک ها از این قضیه چی میکنن؟ چی به دست میارن؟ کارمزد به دست میارن. این کارمزد جزء درآمدهای غیر مشاع. بحث بعدی خدمات ارزیه. تو خدمات ارزی هم کارمزدهای خیلی زیادی به دست میاد. کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان
خیلی از مشتریان ما میان اسناد خودشون رو در صندوق امانات ما میگذارن، ما ازشون چیکار میکنیم؟ کارمزد میگیریم. صدور انواع چک ها هم که معروف ترین نوع جنس درآمدهای غیر مشاع. اما یه نکته خیلی مهم دیگه که باید خدمتتون عرض بکنم، تو طبقه بندی درآمدها ما یه درآمد عملیاتی و یه درآمد غیر عملیاتی داریم. غیر عملیاتی، این درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی تعریفش چیه؟ بانک ها اگر از طریق جذب منابع و تخصیص منابع، کار اصلی بانک ها بچه چیه؟ جمع آوری پول و اعطای تسهیلات دیگه یا سرمایه گذاری این پولی که جمع کردن. یعنی پول اول میگیره، بعد این پول رو قراره پخش بکنه در نظام اقتصادی. درسته؟ این کار اصلی نظام بانکی. اگر درآمدی از این قضیه براش حاصل شد، ما بهش میگیم درآمدهای عملیاتی. درآمدهایی که کار واقعی اون مؤسسه باشه ما بهش میگیم درآمدهای عملیاتی. اما بانک ها یه کاری که میکنن و خیلی کار بدیه و اسمش هم بنگاهداریه، میان منابع رو جذب میکنن اما منابع رو در کارهای دیگه استفاده میکنن و این درآمدهای ناشی از اون میشه درآمدهای غیر عملیاتی. مثالش چیه؟ مثلا میاد منابع رو جذب میکنه، میبره در بخش مسکن سرمایه گذاری میکنه، در حالی که بانک مسکن نیست، در حالی که بانک تخصصی این قضیه نیست، بانک تجاریه، میاد میره در یه زمینه دیگه ای سرمایه گذاری میکنه و این خلاف قانون و خلاف مقررات هست. پس درآمدهایی که ناشی از فعالیت اصلی مؤسسه نباشه ما بهش میگیم درآمدهای غیر عملیاتی. بچه‌ها بریم تستاشو حل کنیم. تستای درآمدهای مشاع و غیر مشاع. شیرین ترین درآمدهای بانک، سوال اول، شیرین ترین درآمدهای بانک که فقط برای خود بانک هست چه درآمدی است؟ درآمد عملیاتی، درآمد غیر عملیاتی، درآمد مشاع، درآمد غیر مشاع. جواب چی بچه‌ها؟ عرض کردم درآمدهایی که فقط مال خودمون میشه، مشارکت توش نیست، جنسش کارمزدیه و مال خود ما هست، چه درآمدهایی هست بچه‌ها؟ درآمدهای غیر مشاع. درآمدهای حاصل از عملیات اصلی بانک. بچه عملیات اصلی بانک هر کس بهتون گفت چیه میگی تجهیز و تخصیص. این خیلی مهمه. اصلا کار اصلی نظام بانکی اینه که پول از جامعه جمع بکنه و ببره در سرمایه گذاری مولد استفاده بکنه. پس کار اصلی بانک چیه بچه ها؟ تجهیز و تخصیص. درآمدهای حاصل از عملیات اصلی بانک را چه میگوین؟ میگیم جزء درآمدهای چی میشه بچه‌ها؟ عملیاتی میشه. درآمدهای حاصل از عملیات غیر اصلی بانک، مثلا بانک منابع رو جذب کرده، برده در مسکن سرمایه گذاری کرده، یا اصلا یه زمینی فروخته، یه زمینی داشته اونو فروخته. این جزء چه درآمدهایی هست؟ درآمدهای غیر عملیاتی. درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن، مثال گفتم مسکن جزء چه درآمدهایی میشه؟ جزء فعالیت‌های اصلی مؤسسه است؟ نه، بانک تجاری. اگه بانک مسکن بود بله، اما این بانک مسکن نیست. درآمدهای حاصل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن که خیلی هم زیاد شده ما بهش میگیم درآمدهای چیه بچه‌ها؟ غیر عملیاتی. کارمزد حاصله از صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه چه نوع درآمدی است؟ این خیلی مهمه بچه‌ها. کارمزد حاصل از صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه. گفتم هر وقت کارمزد دیدی چه گزینه‌ای انتخاب می‌کنی؟ جزء درآمدهای غیر مشاع هست و این رو هم حتما باید مد نظر قرار بدیم. اولین قراردادی که ما با هم تو این کلاس بستیم چی بود؟ این بود که نسبت به واژه‌ها کامل حساس باشیم. یعنی ترمینولوژی رو دقیق یاد بگیریم. تو تعریف بانک من چی خدمتتون عرض کردم؟ گفتم بانک یه مؤسسه خدماتیه که کارش تجهیز و تخصیص منابع است. تجهیز یعنی چی؟ یعنی جمع آوری منابع. تخصیص یعنی چی؟ یعنی این منابع رو سرمایه گذاری کردن یا در قالب تسهیلات دادن به شرکت‌ها یا مردم. عملاً پس شما یاد گرفتید که نظام بانکی بر مبنای تجهیز و تخصیصه و فعالیت اصلی بانک تجهیز و تخصیص منابع هست. امروز می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم بچه‌ها؟ در مورد تجهیز منابع. کلیدواژه بسیار مهمی که
مبنای تقسیم بندی سپرده ها در نظام بانکی. اما نمودار کامل تجهیز منابع در نظام بانکداری بدون ربا، بچه تو تستا قبلا حل کردیم نظام بانکداری بدون ربا. سال 61 لایحه‌اش چی شد؟ توسط دولت تدوین شد. سال 62 در مجلس تصویب شد. سال 63 اجرایی شد. اینو که یادتون هست. خب همین قانون بانکداری بدون ربا یکی از موضوعاتش تجهیز منابع است. تجهیز منابع کار اصلی بانک بود. یک رکن بانکداری تجهیز بود و رکن دیگه چی؟ تخصیص بود. تجهیز منابع دو تا بخش میشه، یکی سپرده‌های قرض الحسنه و یکی سپرده‌های سرمایه گذاری. سپرده‌های قرض الحسنه خودش به دو دسته جاری و پسنداز. جاری بچه‌ها چیه؟ همون دسته چک، ما قبلا اینو یاد گرفتیم. پسنداز چه سپرده‌هایی؟ سپرده‌هایی که معمولا روش چی انجام میشه؟ قرعه کشی انجام میشه. سپرده‌های قرض الحسنه جاری اشخاص و پسنداز. جاری اشخاص ما گفتیم اشخاص به چند دسته تقسیم می‌شدن بچه‌ها. ببین مطالبی رو که یاد گرفتیم و پایه‌ای بود داریم کم کم ازش استفاده می‌کنیم. جاری اشخاص حقیقی ما به دو دسته انفرادی و مشترک تقسیم شد. خیلی وقتا ما دسته چک میگیریم، ممکنه با خانممون، برادرمون، شریکمون به صورت مشترک باشه، اصطلاحاً دو امضایه باشه. اما یه سری سپرده‌های قرض الحسنه داریم مال اشخاص حقوقیه. ما اشخاص رو قبلا گفتیم چند دستن؟ دو دستن. اشخاص حقوقی گفتیم کیا هستن؟ بیشتر شرکت هایی که در شرفن. در شرف چی؟ در شرف تأسیس میتونن دست چک بگیرن، قوانین خاص خودش رو داره، سپرده داره، سپرده‌های خاص خودش رو داره. و شرکت هایی که به ثبت رسیده. شرکت هایی که به ثبت رسیده خب خیلی از سپرده هایی که طرف داره و دست چک روش گرفته بر اساس این چکاش رو میکشه و کارش رو انجام میده. پس اندازم که توضیح دادیم گفتیم قرعه کشی. اما سپرده‌های سرمایه گذاری به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشه. تفاوت اینا بچه‌ها تو چیه؟ توی نرخاشون بود. پس بچه‌ها موضوعی که الان میخوام کامل روی اون مسلط بشید اینه که تجهیز منابع در نظام بانکی دو تا رکن اصلی داره. یا حالت قرض الحسنه است یا حالت جنسش سرمایه گذاریه. پس روی این دو تا کلمه حتما حواستون باشه. دسته‌بندی بعدش هم توضیح دادم. کوتاه مدت حالا میگید عادی و ویژه، بلند مدت 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 ساله و 5 ساله. این چیزای خاصی نیست که بخوام دیگه روش باز کنم، فقط تفاوتش توی نرخ و سالاش هست. اما بریم جلوتر یکم. پس این جدول رو گفتم یه بیگ پیکچری ازش داشته باشید. بریم سراغ نکات بعدی که کاملتر بررسیش بکنیم. تجهیز منابع طبق قانون. هر جا بچه‌ها قانون دیدی همون قانون بانکداری بدون ربا. گفتم هر واژه‌ای رو که می‌بینی باید روش حساس باشی. تجهیز منابع از طریق سپرده‌های دریافتی هم دو نوعه. یکی سپرده‌های قرض الحسنه که شامل چیه؟ جاری و پسنداز. شکلش رو قبلا براتون توضیح دادم تو اسلاید قبلی. استرداد سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری یا پسنداز بر ذمه بانک می باشد و بانک ها مکلفن عند المطالبه، یعنی هر وقت که درخواست کرد مشتری فوری سپرده‌های قرض الحسنه اونها رو بهشون برگردانن. به این سپرده ها فرقش با سپرده‌های سرمایه‌گذاری چیه؟ ما دو تا رکن داشتیم دیگه، یه سپرده‌های قرض الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری. این گوشه برات کشیده بودم. فرقش چی بود؟ توی سپرده‌های قرض الحسنه سودی تعلق نمیگیره و جزء منابع مالکانه است. خیلی این اسلاید مهمه. این اسلاید پر تسته، پر نکته است. منابع مالکانه منابع بسیار مهمیه. یه فرقی با منابع وکالتی داره. منابع وکالتی یعنی بین ما و مشتری چیه؟ مشاعیه. ولی مالکانه یعنی مال خود بانکه و میتونه روش دخل و تصرف بکنه، ولی هر وقت که مشتری خواست باید عند مطالبه بهش بده. مقررات تو این سختگیرانه نیست. منابع مالکانه دست بانک بازتره. و رابطه بچه ها، این تست
بلا استثناء تو همه آزمون‌های بانکی میاد. بچه‌ها یاد بگیرید این نکته رو. هر سپرده‌ای یا هر رابطه‌ای در نظام بانکی یه ساختار حقوقی داره. یه ساختار حقوقی داره که معمولاً ساختار حقوقی ها حالت اصلیشون وکیل و موکله. یعنی بانک از طرف مشتری وکیل میشه، بره چیکار بکنه؟ برای اون سرمایه گذاری بکنه و اون سرمایه گذاری که انجام داد سود به دست بیاره، سودش رو بیاد به کی بده؟ به خود موکل که همون مشتریه. این رابطه سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت رو بهش میگن وکیل و موکل. اما در قراردادهای قرض الحسنه یا در سپرده‌های قرض الحسنه رابطه بچه‌ها دائن و مدیونه، وکیل و موکل نیست. این نکته بسیار مهمیه. هر آزمونی من دیدم سوال رابطه از جنس ساختار حقوقی حتما داشته. پس بچه‌ها دو نوع رابطه رو میخوام یاد بگیری. تو ساختار حقوقی فعلا رابطه زیاد داریم ها. دو تای اصلیشو میخوام یاد بگیری. یکیش دائن و مدیونه، یکیش بچه‌ها چیه؟ وکیل و موکل. دائن و مدیون رو برای چی یاد بگیریم؟ برای قرض الحسنه. وکیل و موکل رو برای چی یاد بگیریم؟ برای سپرده‌های سرمایه گذاری. اوکی، بریم سراغ نکته بعدی. بانک ها می توانند بدون تعهد یا شرط قبلی به این سپرده‌ها چی بدن؟ جایزه بدن، امتیاز بدن. چرا بانک ها میرن سپرده قرض الحسنه باز میکنن؟ چرا بانک ها این کار رو انجام میدن؟ چون جنسش مالکانه است، دستشون بازتره، کمتر به بانک مرکزی جواب پس میدن. پس این منابع رو دوست دارن و میان چیکار میکنن؟ به منظور جذب اونا میان یه سری امتیازات و جوایزی رو برای مشتریان خودشون در نظر میگیرن. این اوکی شدی؟ گفتیم تجهیز منابع دو تا رکن داشت، یکی سپرده‌های قرض الحسنه، یکی سپرده‌های مدت دار. تو سپرده‌های مدت دار بچه‌ها جنسش چی بود بچه‌ها؟ رابطه‌اش چی بود؟ ساختار حقوقیش بچه‌ها گفتم رابطه‌اش وکیل موکل. اول که کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس چی تعیین میشن؟ کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس سال تعیین میشن. این خودتون هم بلدید. اینکه 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، 3 ساله باشه، برای اینکه برای مشتری جذاب باشه نرخاش باید بره بالاتر. مثلا 1 ساله نرخش مثلا 15%، ولی 5 ساله نرخش 20%. به عنوان مثال عرض میکنم. پس عملا کوتاه مدت و بلند مدت تا دیدی یاد سال بیفت. هر چی سالا بیشتر شد یعنی نرخ‌ها باید جذاب‌تر بشه و بره بالاتر. رابطه‌اش چیه بچه‌ها؟ رابطه‌اش وکیل و موکله. این خیلی ازش تست میاد ها. ساختار حقوقی رابطه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار یا رابطه سپرده‌های قرض الحسنه چیه؟ دائما تست ها. این خیلی بهش توجه کنید. و بانک ها مکلفن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار را با وکالت. این وکیل و موکل الکی نذاشته وکیل و موکل. بانک اینجا وکیل، موکل کیه؟ مشتری، که بره بر اساس عقود اسلامی اون رو مصرف بکنه. یعنی بره تسهیلات بده، بره سرمایه گذاری کنه، بده مشارکت و بر اساس اون سودی به دست بیاره. بخش از سودو بده به شما، بخشش هم خودش برداره. منابع و سود حاصل از عملیات اعتباری پس از کسر حق الوکاله. این کلمه بسیار مهمه، بسیار مهمه. بچه اینو گوش بدین یه لحظه. ببینید بانک پول رو از شما میگیره، پول رو میگیره تحت عنوان منابع. ما بهش دیگه نمیگیم پول گرفتن، میگیم چی؟ کلمه‌ای که امروز یاد گرفتیم چی بود؟ تجهیز بود. نسبت به واژه ها گفتیم حساس میشیم. پس منابع وقتی تجهیز کرد، گرفت، حالا باید بره این منابع رو نگه نباید بداره. اونم تو کشوری مثل ایران که اینقدر تورم بالا داره، باید بره سرمایه گذاری بکنه. سرمایه گذاری که کرد، این سرمایه گذاری یه سودی براش به دست میاد. این سود که به دست میاد، مثلا بانک پول شما رو گرفته با نرخ چند؟ 15%. 15% به شما میده، میبره یه جایی سرمایه گذاری میکنه، 30% سرمایه گذاری کرده، 30% آیدیش میشه، یعنی 15 میاد 15% شما رو میده.
15% شما رو میده، میگه آقا خب مال شما، علل حساب به شما میده. این 30% که به دست اومد، بانک مرکزی بهش میگه آقا تو به خاطر اینکه رفتی این ریسک رو انجام دادی، این کار رو انجام دادی، 3% میتونی بیشتر از این 15% هم دوباره برای خودت برداری. یعنی 15% که دادی به مشتری، 3%ش هم مال خودت هست. الباقیش رو دوباره باید بیای چیکار بکنی؟ بدی به مشتری، یعنی در قالب قطعی بهش پرداخت بکنی. ببین بچه‌ها، نرخ حق الوکاله به بانک‌ها این اجازه رو میده که به خاطر ریسکی که انجام دادن، به خاطر سرمایه‌گذاری که انجام دادن، به خاطر کاری که انجام دادن، 3% از منابع رو بردارن. 3%ش رو بردارن. حالا ببین بچه‌ها، 30% که من مثال زدم خیلی عدد بزرگیه. بانک‌ها مثلا 15% پول از شما میگیرن، میان سرمایه 15% به شما سود میدن، بعد من سرمایه گذاری میکنن. نهایت سرمایه گذاری که اونجا انجام میدن 20% براشون سود داره. به عنوان مثال 15%شو میدن به مشتری، 3%ش هم بانک مرکزی بهشون مجوز میده که برای خودشون بردارن، میشه 18%. 2%شو دوباره باید بیان بشینن به مشتری حساب کتاب بکنن و در قالب قطعی پرداخت بکنن. یعنی اینطور نیست دوباره برای خودشون بردارن. این همون حالت مشایعه است که میگفتم. مثلا بانک‌ها دیگه خیلی به این کار رغبت نشون نمیدن. چرا؟ چون خیلی با مشتری با درگیر بشن. اما این 3% حق الوکاله‌ای که گذاشته بانک مرکزی یه ذره باعث شده که بانک‌ها بیان این سمت و تو این زمینه فعالیت بکنن. یه زمانی خیلی سود زیادی داشت. بچه‌ها باز چی گفتم؟ متناسب با مدت به نحو مشاع. چرا ما صحبت مشاع کردیم؟ چون گفتم هر وقت مو رو میبینی یاد چی بیفت؟ یاد مشارکت بیفت. مشاع و مشارکت. چون اینجا حاصل سرمایه گذاری، این سود حاصل سرمایه گذاری باید بین سپرده گذار که همون چی بود؟ همون مشتری بود و بانک سودش تقسیم بشه. به نحو چی؟ به نحو مشاع. میزان حق الوکاله رو کی تعیین میکنه؟ شورای پول و اعتبار. بچه شورای پول و اعتبار گفتم مهمترین رکن بانک مرکزی. چه رکنی بود؟ اینجا 5 تا رکن رو کامل برات توضیح دادم. گفتم مجمع عمومی بانک‌ها، شورای پول اعتبار، اسم دیگه چی بود؟ هیئت عالی. رکن سوم چی بود؟ هیئت عامل، هیئت نظار و شورای فقهی. 5 تا رکن بانک مرکزی بود. گفتم شورای پول اعتبار مهمترین رکنه. تو تستا خیلی کارش داریم. یکی از کارهایی که انجام میده چیکار میکنه؟ میزان حق الوکاله توسط کی تعیین میشه؟ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشه. یه بار دیگه با هم مرور کنیم. سپرده های سرمایه گذاری، سپرده ها کلا در بخش تجهیز 2 قسمت میشه. یه قسمت سپرده های قرض الحسنه بود، یه بخشش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. رابطه در سپرده های قرض الحسنه چه نوع رابطه‌ای بود؟ ساختار حقوقیش چی بود؟ احسن، دائن و مدیون بود. توی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه چی بود بچه‌ها؟ رابطه وکیل و موکل بود. بانک وکیل میشد پول رو ببره سرمایه‌گذاری بکنه و یه درآمدی به دست بیاره. این درآمد به صورت چی بود؟ مشاع بود. 3% اونو میتونست حق الوکاله برداره. اگه 15% قرار مشتری بده، 3%ش هم برمی‌داشت. یعنی عملاً 18%ش که تکلیفش معلوم شد، الباقیش میشد سود قطعی که به دست می آورد. اگر البته سود به دست بیاره، سود به دست بیاره، اونو باید بعداً بیاد با مشتری دوباره حساب بکنه. این حالت شد حالت مشاعی. گفتم بانک‌ها دیگه تازگی خیلی به این رغبت نشون نمیدن. نکته مهم بعدی میزان حق الوکاله بود. میزان حق الوکاله توسط کی تعیین میشه؟ توسط شورای پول و اعتبار. نکته دیگه که باید حتما یادتون باشه، توی سپرده‌های قرض الحسنه چی خیلی مهم بود؟ یک بخشش دستشک بود، یک بخشش قرعه کشی بود. باز چی بود؟ منابعش جنسش چی بود؟ منابع جنسش مالکیتی بود. یعنی بانک‌ها بهتر میتونستن توش دخل و تصرف بکنن. خیلی گیر و گورای بانک مرکزی رو نداشتن. منابع جنسش چی بود؟ منابع مالکیتی بود. اینا تقریبا موضوعاتی بود که تو قسمت تجهیز منابع حتما باید بدونید. خیلی ازش تست میاد
وحشتناک ازش تست میاد. حالا ما بریم تستاشو با هم حل بکنیم. تست اولی که میخوام اینجا حل بکنیم میگه حداکثر نرخ حق الوکاله بانک ها برای به کارگیری سپرده ها چقدره؟ بچه‌ها چقدر گفتم 3%. تو چه سپرده‌ای؟ تو سپرده‌های قرض الحسنه سرمایه‌گذاری. گفتیم تو بخش سرمایه‌گذاری. پس گزینه درست میشه گزینه 4. میگه کدام عبارت در رابطه با سود قطعی. بچه‌ها یه بار دیگه مثاله رو میزنم، احساس میکنم مثاله رو یه بار دیگه باید برای شما کامل ترش بکنم. ببین بچه‌ها فرض کنید مردم پولشون رو میذارن تو بانک. خود ما پولمون رو میذاریم تو بانک. بانک میگه من آقا 15% بهت میدم. بانک میره این پولو میره در صنعت سیمان سرمایه گذاری میکنه، یه عقدی انجام میده با یه شرکتی، اون شرکت سیمانه، میدن سیمان و میدن به اون شرکته و میره یه سودی به دست میاره. سودش مثلا چقدر شد؟ 20% سود به دست آورد. حالا از این 20% بانک مرکزی میگه آقا 3% رو تو میتونی حق الوکاله برداری. 15% رو قبلا به مشتری داد، 3% هم که مال خودش شد 18%. 2% باقی مانده میشه سود قطعی که مونده و دوباره باید بیاد بر اساس قراردادی که با مشتری بسته اون رو بهش پرداخت بکنه. حالا بیایم سوال رو جواب بدیم. سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران در واقع همون سود علل حساب است. غلطه. سود علل حساب همین 15% است بچه. این سودی که ما میگیریم ماهیانه، اینو بهش میگن سود علل حساب. به این میگن سود علل حساب. پس سود قطعی مساوی سود علل حساب نیست. این دوتا رو باید از هم تفکیک کنیم. سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران بر اساس سهم منابع سپرده‌گذاران در مصارف مولد از درآمدهای مشاع تعیین میشود. این گزینه درستی. سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران بر اساس نرخ حق الوکاله تعریف شد. اصلا این غلطه. ما 3 تا چیز مجزا داشتیم. یه سود علل حساب داشتیم که این 15% بود، یه 3% داشتیم نرخ حق الوکاله، یه کل سود به دست آورده شده که 20% بود، 15 و 3 میشه 18. این 2% که مون شد سود قطعی. پس بچه‌ها سود قطعی رو با نرخ حق الوکاله قاطی نکنید. سود قطعی قابل پرداخت، پس این گزینه غلطه. سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران بر اساس سهم منابع سپرده‌گذاران در مصارف مولد از مجموع درآمدهای مشاع و غیر مشاع. این که کلا غلطه. اصلا موضوع غیر مشاع اینجا موضوعیت نداره. ما غیر مشاع گفتیم جنسش چیه بچه‌ها؟ کارمزدیه. مفهوم درآمد مشاع چیست؟ سوال بعدی. پس جواب این سوال بچه‌ها گزینه 2 میشد. مفهوم درآمد مشاع چیست؟ گفتیم درآمدی که هر وقت مشاع دیدیم یاد چی بیافتیم بچه‌ها؟ مشترک. نگاه کنید سوالو. درآمدی که تا پایان سال وصول شده باشد؟ نه. درآمدی که بین بانک و سپرده‌گذار مشترک باشد. این تم شناسی است که بهت گفتم. اون واژه شناسی است که گفتم. پس این سوال گزینه چی میشه؟ گزینه شماره 2. کل درآمدها و درآمدی که تمام آن به سپرده‌گذارها پرداخت می‌کردن، اینا رو همه رو بریز دور. رابطه حقوقی بانک. بچه‌ها این همیشه سواله. این سوال بسیار مهمه. رابطه حقوقی بانک با صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار. همین الان درسشو داریم. چگونه است؟ رابطه‌اش چیه بچه‌ها؟ وکیل و موکل. حالا اگر به جای این نوشته بود سپرده قرض الحسنه، چی جواب میدادی؟ میدادی دائن و مدیون. بچه حواستون به این کلمه ها باشه. کلمه ها رو جابجا کنید. همین الان من رفتم اشتباه بزنم. دائن و مدیون. توی ارکان بانک مرکزی سوال بعدی. توی ارکان بانک مرکزی گفتم انتخاب رئیس شورای پول اعتبار یا به قول جدیدیا هیئت عالی جزء وظایف چه کسی می باشد؟ رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر بازرگانی. جزء کدوم وظایف کیه؟ جزء وظایف رئیس کل بانک مرکزی. وزیر امور اقتصاد دارایی کیا رو انتخاب می‌کرد؟ احسن، هیئت نوزدار رو انتخاب می‌کرد، به مجمع عمومی که رئیس جمهور رئیسش بود پیشنهاد میداد و اونجا حسابرسان انتخاب میشدن برای هیئت نوزدار. اینم که اوکی هست. بریم سراغ
آها، درسمون هم اینجا دیگه تموم شده. وارد آزمون شبیه سازی شده یکم میشیم. بچه‌ها ما قراردادی که با هم بسته بودیم این بود که نکته و تست حل کنیم. من ابتدا درسنامه رو میگم، نکته حل کنیم، تست حل بکنیم. موضوعات رو بچه‌ها جز به جز، کلمه به کلمه، واژه به واژه با هم بررسی کردیم. بر اساس قراردادی که با هم بستیم این بود که نسبت به واژه‌ها حساس باشیم. این تستا رو خودتون باید بزنید. من از روش میخونم تستا رو، ولی حلش هم انجام میدم، ولی خودتون دوباره صدای منو قطع بکنید، خودتون گوش بدید. یعنی یا حالا وایسش رو گوش ندید، فقط تستا رو نگاه بکنید. اول من تستا رو براتون میذارم، خودتون یه نگاهش بکنید. مثلا سوال اول میگه رابطه حقوقی بانک با صاحبان سپرده قرض الحسنه چگونه است؟ بچه‌ها نکته خیلی مهم هست من خدمتتون عرض کنم، توی کانال تلگرام ما این تست ها رو براتون شیرش میکنیم و میتونید آزمونش رو اونجا هم بزنید. یعنی اونجا هم ما کامل ازتون پشتیبانی انجام میدیم. رابطه حقوقی بانک، سوال اول میگه رابطه حقوقی بانک با صاحبان سپرده قرض الحسنه چیه؟ همین الان تستشو حل کردیم. چی بود بچه‌ها؟ احسن، رابطه دائن و مدیون. اما اگر همینجا بکنتش صاحبان سپرده سرمایه گذاری، شما باید چه گزینه انتخاب بکنید؟ وکیل و موکل. من انتخابش نمی کنم که اینجا قاطی نشه. کدام یک از فلزات زیر جایگزین کالاهای واسطه‌ای شدن و پول فلزی را شکل دادن؟ بچه‌ها همیشه یادتون باشه پول باید ذاتاً ارزش مادی داشته باشه. حتما باید ارزش مادی داشته باشه. مثلا شما میگید بله آهنم ارزش مادی داره، مفرقم ارزش مادی داره، اما ارزش ذاتی نداره. ارزش ذاتی باید داشته باشه. کدوم ارزش ذاتی دارن؟ طلا و نقره. همه جای دنیا قبول دارن اون رو. پس عملا کدام یک از فلزات زیر جایگزین کالاهای واسطه‌ای شدن؟ ما اول گفتیم پول کالایی داشتیم، بعد گفتیم پول فلزی داشتیم. خیلی توضیح ندادم اونجا، ولی اینجا تستش رو برای شما آوردم که اگه مفهومی جا افتاد خیالتون راحت باشه. اون مفهوم رو من کامل برای شما توضیح میدم. مفهوم درآمد غیر عملیاتی چیه؟ درآمد عملیاتی چی بود بچه‌ها؟ درآمد عملیاتی درآمدی بود که محل اصلی فعالیت کسب و کار بود. یعنی اصلی ترین نکته چی بود؟ فعالیت اصلی کسب و کار. اما درآمد غیر عملیاتی چه درآمدیه؟ درآمدی است که حاصل از عملیات اصلی مؤسسه نباشد. اگر این باشد چی میشه؟ میشه درآمد عملیاتی. این چه درآمدیه؟ درآمدی که بین بانک و سپرده‌گذار مشترک بود. این ما رو که میدیدیم یاد چی میافتادیم بچه‌ها؟ مشا میافتادیم. بعد اون گزینه هم دیگه به درد بررسی نمیخوره. بچه‌ها سوال بعدی، سوال شماره 4 میگه کدامی که از اسناد تجاری زیر را میتوان جانشین پول دانست؟ بچه‌ها گفتم یه چیزی رو میبینید اونو به چشم پول ببینید. اون چی بود؟ هر وقت برگه ها شو دیدید به چشم پول ببینید. احسن، همون چک بود. ما در مورد چک یک کوچولو صحبت کردیم. گفتیم چی؟ چک چی بود؟ به مانده حساب‌های جاری مشتریان. به این چی میگفتیم بچه‌ها؟ به این میگفتیم پول تحریری. پول تحریری بهش میگفتیم، درسته؟ پول تحریری یه نوع پول بود دیگه، پول بود. پول تحریری همون چی بود؟ چک بود. وسیله‌ای که با اون پول تحریری رو جابجا می‌کردیم همون چک بود. سوال بعدی میگه کدام جمله صحیح است؟ با انتقال 300 واحد از سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت شبه پول افزایش پیدا می‌کرد. فرمولش رو بچه‌ها من اینجا براتون می‌نویسم. نقدینگی بچه‌ها یکی از مفاهیم بود که گفتم خیلی‌ها فکر می‌کنن بلدن. چی بود فرمولش بچه‌ها؟ پول به اضافه شبه پول بود. پول چی بود بچه‌ها؟ پول یکیش چک بود. گفتم این بچه اینجا چقدر تستش هم زدیم. اسکناس و مسکوکات بود، درسته؟ اینا اسکناس، مسکوکات، چک، اینا جنسش چی بودن بچه‌ها؟ پولی بودن. شبه پول چی بودن؟ حساب‌های سپرده‌های سرمایه گذاری که نزد بانک ها بودن، حالا یا بلند مدت و کوتاه مدت. چون سری نقد نمی شدن ما بهشون میگفتیم شبه پول.
پول و شبه پول. مثالی که براتون اونجا زدم گفتم چه رمزی براتون گذاشتم؟ گفتم دو تا جیب رو در نظر بگیرید. M1 میشد پول، شبه پول هم میشد سپرده ها. حالا نگاه کن، میگه با انتقال 300 واحد از سپرده های بلند مدت به سپرده های کوتاه مدت. خب سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت جفت شبه پول بود. شبه پول افزایش پیدا میکنه. خب این که خودشه. سپرده بلند مدت و سپرده کوتاه مدت جزء شبه پول بود. پس این که میگه افزایش پیدا میکنه غلطه. اصلا تو یه جیب شما مثل اینه که دست بکنید تو جیب، دوباره پول برگردون تو جیبه، اتفاقی نیفتاده. یعنی عملاً اون شبه پول درش تغییر اتفاق نیفتاده. پس این گزینه غلطه. میگه اگر سپرده های دیداری، بچا سپرده های دیداری رو گفتم چیه؟ احسن، سپرده های دیداری رو که دیدی یعنی دست چک نزد بانک ها از محل سپرده های مدت دار افزایش یابد. از محل سپرده های مدت دار افزایش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینجا شبه پول بود. شبه پول دو تا قسمت داشت، یه سپرده های بلند مدت، یه سپرده های کوتاه مدت. درسته؟ میگه اگر افزایش پیدا بکنه یعنی چی؟ یعنی این از اینجا بیاد به این یکی. خب حجم شبه پول یعنی این کاهش پیدا میکنه. اگر سپرده های دیداری یعنی دست چک ما، یعنی چک ما از محل سپرده های مدت دار افزایش پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ حجم شبه پول کاهش پیدا میکنه. درسته؟ شبه پول کاهش پیدا، از این برداشته گذاشته این، مثل اینکه از این جیب برداشته گذاشته تو این جیب. نقدینگی تغییری نمیکنه، این جیب به این جیبه، ولی شبه پول چی شد؟ کم شد. سپرده بلند مدت رو تبدیل کرد به مانده حساب‌های جاری، یعنی پولش کرد، یعنی پول افزایش پیدا کرد، شبه پول کاهش پیدا کرد. نکته بعدی، شبه پول میگه بیانگر سپرده های دیداری مدت دار. ما دیداری مدت دار نداریم، نزد بانک ها می باشد. پس این غلطه. اگر سپرده های دیداری نزد بانک ها از محل سپرده های اگر سپرده های دیداری نزد بانک ها از محل سپرده های مدت دار افزایش یابد، حجم شبه پول در آن تغییر ایجاد نمیشه. این عکس گزینه 2. تو گزینه 2 گفتش اگر سپرده های دیداری نزد بانک ها از محل سپرده های مدت دار افزایش یابد، این تا اینجاش یکیه. حجم شبه پول در آن تغییر ایجاد می‌کنه. حجم شبه پول چی میشه بچه‌ها؟ کاهش پیدا کرد. پس این گزینه هم گزینه غلطی. کدام یک از گزینه‌های زیر از فعالیت‌های اصلی بانک نیست؟ بگید ببینم. ما گفتیم اصل بانکداری چیه بچه‌ها؟ تجهیز و تخصیص و ارائه خدمات پولی و بانکی. درسته؟ پس تبدیل منابع نداریم. اومده با واژه‌ه یه ذره بازی کرده. پس گزینه صحیح گزینه تبدیل منابع. کار اصلی بانک بچه‌ها چی بود؟ تجهیز و تخصیص. کدام یک از گزینه‌های زیر از ارکان بانک مرکزی نیست؟ بچه‌ها این سوال بسیار سوال مهمیه. بسیار سوال مهمیه. هیئت مدیره، هیئت عامل، هیئت نظارت، شورای پول و اعتبار. بچه‌ها خیلی مهمه بدونید که بانک مرکزی هیئت مدیره نداره. هیئت مدیره نداره. بانک ها همه هیئت مدیره دارن، اما بانک مرکزی هیئت مدیره نداره. ارکانش رو قبلا بهتون گفتیم، 5 تا رکنش رو کامل به شما گفتیم: مجمع عمومی، شورای پول اعتبار یا هیئت عالی، هیئت عامل، هیئت نظارت و آخری شورای فقهی بود. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ سپرده ها بچه‌ها گفتیم به چند دسته. قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال 61 تدوین، سال 62 تصویب، سال 63 اجرا. یادت هست سپرده ها رو بشه چند دسته تقسیم کرد؟ کامل بحث کردیم در موردش. سپرده قرض الحسنه و سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار. پس گزینه شماره 2 درسته. میگه برای افتتاح حساب جاری برای اشخاص چند نوع بودن بچه‌ها؟ 2 نوع بودن، حقیقی و حقوقی. یادتون هست داشتن کدام نوع اهلیت لازمه؟ اهلیت تمتع، اهلیت مدنی. این چیه؟ گفتم ترمینولوژی، رو واژه ها حساس باشید. ما اهلیت تمتع داشتیم، شرط اصلیش چی بود؟ زنده بودن.
پس باش کاری نداریم. اهلیت تمتع کافی نبود. هر کس که زنده بود که برای ما مهم نیست. ممکنه زنده باشه ولی مجنون باشه، ممکنه زنده باشه ولی سنش کم باشه یا اصطلاحاً صغیر باشه. پس اهلیت تمتع رو داره. اما اون چیزی که برای ما مهم بود اهلیت قانونی که همون اهلیت چی بود بچه‌ها؟ استیفا. یادتون هست؟ استیفا. سوال بعدی، در بانکداری بدون ربا کدام یک از مواردی جزء منابع مالکانه؟ بچه‌ها منابع مالکانه خیلی مهم بود. اینجا اون اسلایدی که براتون نشون دادم گفتم اسلاید وحشتناک مهمی بود. چی مهم بود؟ سپرده های قرض الحسنه جاری و پسنداز. چرا؟ گفتم بانک ها چرا اینقدر جایزه پرداخت میکنن؟ به خاطر اینکه جنس این منابع جنسش مالکانه است. کمتر به بانک مرکزی جواب میدن، راحت‌تر میتونن دخل و تصرف بکنن. ولی تو منابعی که وکالتیه مثل منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری با جواب پس بده. باید بگه آقا اینقدر سود علل حساب دادم، اینقدر نرخ حق الوکاله برداشتم، اینقدر سود قطعی برداشتم. شوخی نیست، کلی باید بررسی روش انجام بشه و اینجا جواب گزینه 2 میشه. اینم بچه‌ها گفتم خدمتتون بگم. سوال 12. اساسنامه هر بانک پس از تنظیم بر اساس مقررات قانون تجارت به تصویب چی باید برسه بچه‌ها؟ گفتم یکی از وظایفی که ما شرح وظایف یکی از ارکان بانک مرکزی رو کامل بررسی خواهیم کرد. اونی که از همه مهمتر بود کدوم بود بچه‌ها؟ شورای پول و اعتبار. پس اساسنامه هر بانک بر اساس به تصویب کی باید برسه؟ به تصویب شورای پول و اعتبار برسه. حالا شاید شما بگید آقا سوال بانک مرکزی این رکنشه، این شورای پول، این سوال معمولا میاد. حالا این گزینه اگه تو گزینه ها نبود خیلی سوال قشنگتری بود. خب چون سوال آزمون بانکی بود من آوردم گفتم خدمتتون بگم. بچه‌ها منظور از حجم پول در گردش چیه؟ الان میگی شما به ما گفتی حساس بشو، ترمینولوژی فلان، این توضیح ندادی. بله کاملا درست بگید، من این توضیح ندادم. اما یادتون باشه بچه‌ها گفتم نقدینگی 2 تا رکن داشت، درسته؟ نقدینگی یه پول بود، یه شبه پول. پول چیا بود؟ اون چک، مانده حساب‌های جاری مشتریان، سپرده‌های دیداری هم بهش میگن، پول تحریری هم بهش میگن. ما میگیم پول تحریری، اسکناس و مسکوکات و حالا پولایی که دست مردم هست دیگه. به این پولایی که در دست مردم هست، مجموع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص، میگن چی بچه‌ها؟ میگن حجم پول. اما این گزینه کامل نیست. من گزینه شماره 2 رو انتخاب کردم. تو حواست بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گزینه 3 درسته. چرا؟ چون اسکناس بود، مسکوک بود، سپرده‌های دیداری هم بود. پس من اینجا یه عذرخواهی به شما بدهکارم، این حذفش میکنم که خدای نکرده شما اشتباه نکنید. گزینه صحیح بچه‌ها چیه بچه‌ها؟ گزینه شماره 3 هست. اسکناس و مسکوک در دست مردم. کدام یک از موارد زیر جزء وظایف بانک مرکزی نمی باشد؟ اعمال سیاست‌های مالی دولت. گفتم مالی دیدی روش خط میزنی. نشر اسکناس، بله جزء وظایفشه. حفظ ارزش پول جزء وظایفشه. متولی ذخایر بانک‌های تجاری تخصصی، بله ذخیره ازشون میگیره. بانک‌ها نخوان ورشکست بشن. بودیم بانک‌ها داشتن ورشکست میشدن. پس هر وقت مالی دیدی روش خط میزنی. پس گزینه صحیح میشه گزینه 1. کدام یک از موارد جزء وظایف بانک مرکزی نمی باشد بچه‌ها گفته. خب پس جواب میشه اعمال سیاست‌های مالی. اگر اینجا پولی بود هر 4 تا گزینه درست میشد. اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار از وظایف کدام یک از ارکان بانک مرکزیه؟ هیئت نظارت، شورای پول اعتبار، مجمع عمومی، هیئت عامل. بچه‌ها اینا رو همه رو گفتیم. پنجمین رکنش چی بود؟ شورای فقهی. 5 تا رو باید اینجا بنویسم. این 5 تا. حالا میگه اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار.
گفتم بچه‌ها توی شرح وظایف بیشتر شرح وظایف میرسم تو شورای پول اعتبار. هیئت نظارت بیشتر کارهای رسیدگی رو انجام میده. رسیدگی به ترازنامه، جزئیات بدهی و دارایی بانک مرکزی. مجمع عمومی هم بیشتر کار انتخاب رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی رو انجام میده. یعنی کارهای اصلی به عهده شورای پول اعتباره. یکی از سوالات دیگه که براتون آوردم و میخوام اینجا یه کوچولی در مورد صحبت بکنم، گفتیم کدام یک از بانک‌های زیر به ترتیب تخصصی دولتی و تجاری دولتی هستن. بچه‌ها الان میگید که اینم توضیح نداده بودید. بله اینم توضیح نداده بودم، ولی اینجا چون خیلی آسونه توی تست بهتون کلش رو میگم. ببین بچه‌ها، بانک‌ها در نظام بانکی به دو دسته تجاری و تخصصی تقسیم میشن. یعنی چی؟ مثلا بانک‌های مثل مسکن، مثل توسعه صادرات، مثل صنعت و معدن، مثل بانک کشاورزی، اینا یه رسالت ویژه‌ای دارن. این باید به کشاورزا برسه، این باید به توسعه بخش صنعت بپردازه، این باید به بخش صادرات بپردازه، این باید مشکل مسکن رو حل کنه که الحمدلله هیچ کدوم از مسائل رو حل نکردن. ما به این بانک‌ها میگیم بانک‌های تخصصی. به بانک‌های مثل ملی، سپه، ملت، تجارت، خصوصی‌ها همشون، به این بانک‌ها چی میگیم بچه‌ها؟ به این بانک‌ها میگیم تجاری. حالا میگه کدام یک از بانک‌های زیر به ترتیب تخصصی دولتی و تجاری دولتی؟ خب این تخصصی دولتی هست، بانک مسکن، اینجا توضیح دادیم. اما تجاری دولتی، بانک سرمایه، بانک خصوصیه. بانک‌های خصوصی رو گفتم همه رو ببر زیر نظر چی؟ تجاری‌ها. پس این گزینه غلطی. گزینه بعدی میگه بانک پارسیان. اصلا بانک پارسیان بانک تخصصی نیست، یه بانک تجاری تازه خصوصی هم هست. پس این گزینه دو که کلا غلطه. گزینه 3 میگه بانک سپه، بانک تخصصی. نه، بانک سپه اوایل یه بانک تخصصی بود. وقتی رضاخان اون رو تأسیسش کرد، فقط برای این تأسیسش کرد که به قشون پول بده، حقوقشون رو بده. اما بعدش دیگه به یه بانک چی تبدیل شد بچه‌ها؟ به بانک تجاری تبدیل شد. گزینه بعدی میگه بانک کشاورزی. بانک کشاورزی یه بانک تخصصیه برای کمک به صنعت کشاورزی. اصلا مبنای شکل‌گیری اون برای این بوده. پس عملا این گزینه درسته. بانک ملی هم عرض کردم جز بانک‌های تجاری دولتیه. پس گزینه صحیح میشه گزینه شماره 4.